در سرمای طاقت فرسای زمستان که بسیاری از خانواده‌های نیازمند با مشکل گرم نگه داشتن خانه‌های خود مواجه هستند، بنیاد خیریه حبیبیار دست به اقدامی ارزشمند زده است. این بنیاد در راستای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه و به منظور کاهش مشکلات ناشی از سرما، برنامه جامع برای توزیع زغال میان نیازمندان راه اندازی کرده است. بیش از 1000 بوجی زغال تهیه کرده. اگه خدا بخواد امروز روز دوم توزیع ما نکرد، اگه خدا بخواد تا دیگر اینا زغال به اینا تسلیم کنه. این اقدام با هدف تعیین گرما برای خانواده‌های محرومی صورت گرفته که به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی توانایی خرید سوخت برای زمستان را ندارند. بنیاد خیریه حبیبیار با درک عمیق از این نیاز حیاتی توزیع زغال را یکی از اولویت‌های خود در فصل سرما قرار داده است. در این برنامه تیم‌های داوطلب بنیاد حبیبیار با شناسایی دقیق خانواده‌های نیازمند در مناطق مختلف اقدام به تهیه و توزیع زغال کردند. تاکنون صدها خانواده در نقاط مختلف شهر و روستاهای اطراف از این کمک‌ها بهره‌مند شدند. توزیع زغال با در نظر گرفتن شرایط عادلانه و اولویت بندی خانواده‌های بی‌وضاحت و پرجمعیت انجام شد. به نام خدا امروز ما آمدیم در منطقه سینان بابت کمک‌های زمستانی بنیاد خیریه حبیبیار و شناسایی افراد فقیر و مستضعف. متاسفانه فامیلی که ما آمدیم فامیل بی سرپرست و همچنان شکرگزاره. بنیاد خیریه حبیبیار اعلام کرده است که برنامه‌های مشابهی را برای حمایت از نیازمندان در سایر فصل‌ها نیز در نظر دارد و تلاش می‌کند با گسترش فعالیت‌های خود تعداد بیشتری از خانواده‌های محروم را تحت پوشش قرار دهد. حبیبیار، الگوی تعاون و انسان دوستی.